محمد اوخونوف سردار شفاخانه حربی گواردی ملی تاجیکستان را هنگام گرفتن 23,000 سومون پوره دستگیر شده است. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 4 اپریل خبر داد که اوخونوف محمدی قربانویچ در وظیفه معاون کماندیر قسم حربی سردار قسم طبی شفاخانه حربی گوارد ملی جمهوری تاجیکستان کار کرده در دوره فعالیت کاریش دست به جنایت زد. چنانچه نام برده به باوری شهروند در آمده برای ناقابل دانستن به خدمت حربی و با همین راه و اصول آزاد نمودن از خدمت حربی از او مبلغ 25,000 سومونی طلب نموده است. ضمن گذرانیدن چاره‌بینی های اپراتیوی تفتیشاتی، محمدی اوخونوف بعد گرفتن مبلغ 23,000 سومونی از شهروند در اتاق اولتراسادای بنای طبی شفاخانه حربی گوارد ملی بازداشت کرده شد. مبلغ مذکور از او همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. این در حالی است که سال 2021 در تاجیکستان به قانون درباره خدمت حربی تغییرات وارد کرده شد و اکنون دعوت شوندگان می توانند با پرداخت مبلغ برابر 420 نشان دهنده برای حسابها 26,800 سومونی به بودجه دولت امگی یک ماه خدمت کرده خود را قانونا از مسئولیت خدمت 2 ساله خلاص کنند. معلوم نیست که چرا شهروند به جای استفاده این راه قانونی خلاصی از خدمت حربی، راه پیچیده و غیر قانونی خلاصی از ارتش را به صرف تقریبا عین مبلغ انتخاب کرده است. در رابطه با این حالت نسبت به اوخونوف محمدی بر اساس ماده 32 قسم 319 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قصد گرفتن پوره پرونده جنایتی آغاز کرده شده. این پرونده بعد انجام تفتیش پیشکی و تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه ارسال گردید. خبر بازداشت باز یک مقام حربی با اتهام گرفتن پوره در حالی است که روز 1 اپریل در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح آغاز یافت. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 می و تیرماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام می‌کند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابله یا احاطه‌گیری جریان می‌گیرد. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابله و شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شده اشون را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چند بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابله که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند.